طبق نقشه کاری شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی در شهر خوجند در کمیته محله میوه‌گل یارمارک جایهای کاری خالی برگزار گردید. در این روز از جانب مؤسسه و تشکیلات‌های مختلف بیش از 500 جایهای کاری خالی پیشنهاد گردید. در جریان یارمارک همچنین هنرمندان شهر که به هنرهای دستی مشغول هستند محصول دست خویش را به معرض تماشا گذاشتند. در جریان این یارمارک شماری معین ساکنان توانستند جایهای کاری موافق پیدا نمایند. در سال جاری ما علاقه 5 مرتبه چنین یارمارک‌ها را گذراندیم و از طرف کاری یارمارک زیاده از 70 نفر با جای کاری تامین شدند. در این امروز یارمارک کاری از طرف 27 تشکیلات و کارخانه‌های شهر خوجند زیاده از 550 جایهای خالی کاری پیشنهاد کرده شده است و حاضر از به کارجویندگان ما علاقه جایهای کاری خالی پیشنهاد نمودیم و به آنها راحت توصیه‌نامه داده شد که آنها در آینده با جای کاری تامین می‌گردند. جایهای کاری خالی بسیارتر از طرف کارخانه‌ها پیشنهاد کرده شده است. ما کوشش به خرج می‌دهیم که هرچی بیشتر ما بیکاران رو با جای کاری تامین نماییم و آنها رو به کسب آموزانی یا اینکه به جایهای کاری تامین نماییم. جلب نورسان و جوانان به هنرآموزی یکی از سمت‌های مهم به حساب می‌رود. هدفی به معرض تماشا گذاشتن محصولات هنرمندی هم از این عبارت بود. از جانب شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی در شهر خوجند ساکنان بیکار به کسب آموزی نیز فرا گرفته می‌شود که در نظر سال جاری بیش از 300 نفر جلب کرده شوند. امروز یارمارکی جای خالی شده ایستاده است. ما در اینجا اشتراک کرده ایستاده‌ایم. کسی که اکنون کار ندارد من جایهای کاری و دعوت کرده ایستادن. من زنهایی که خانه شتیان همشون جایهای کاری گرفته. من از فردا بس فردا رفته جایهای کاری معقول شود رفته کار میکنم. من توصیه میدهم که زنهایی که خانه شتیان من نویسانن برآمده جایهای کاری بسیار بوده است برآمده کار کنند. دوام 3 ماه سالی روان از طرف شعبه اگنتی مهنت و شغل اهالی در شهر خوجند حدود 60 نفر ساکن به کسب آموزی فرا گرفته شدند که نامل امکان می‌دهد تا آنها صاحب کاری موافق گردند. با این آموزش‌ها از روی 13 اختصاص ساکنان شهر که به شعبه مراجعت نموده بودند جلب گردیدند. چند نمودی آموزش رو انتخاب کردم حرکت میکنم از پگاه روم و همین کارهای سر کنم خانش‌های سر کنم کارهای سر کنم. بسیار زنهای من محله میوه‌گل بسیار خوشبختی جهان شدند. این چنین در محله ما در محله میوه‌گل همین خیلی تشکیلات شده ایستاده است. در نظر است که من بعد برگزاری چنین یارمارک‌ها در دیگر محله‌های شهر خوجند است برآمده شده. مقصد آن صاحبکس نمودن اهالی و سهم گذاشتن در پیشرفت زندگی آنها محسوب می‌یابد.